ایشون که اینجا میبینین اولین موجودی بودش که HIV رو تونست به انسان منتقل بکنه. اگه اشتباه نکنم فکر کنم از آفریقا شروع شدش و بعدش به خاطر یک انتقال خون اشتباه از اون فرد به فرد دیگه این یواش یواش پخش شد، چیزی که مقالات گفتن و مستنده. دوستان ببینین بیماری های منتقله از حیوانات زیادن به انسان. مثلا عامل اصلی قارچ انسانی قارچی که توی گربه ها هست، خصوصا گربه های خیابونی. راه حلش چیه؟ تماس فیزیکی نداشته باشین. اگه کچلی داره اون گربه، اگه میبینین زیاد خودشو میخوره نزدیکش نشین و اگه گربه خونگیتونه شما درمانش بکنید. خیلی از بیماری دیگه هستن که منتقل است به انسان و حواستون باشه که بپرسین، بدونین راه حلش چیه و درمانش چیه. خوشحال میشم برای بقیه هم بفرستین، کانال رو لایک بکنین، به بقیه نشون داده بشه و کانالمو داشته باشین.